روز مرگ تو هیچ کسی به درد تو نمیخواد. روز مرگت که فرا رسید جز اعمال نیک تو، جز اعمال نیک تو به دربار خدا پرسان میشه و داد و حساب میشه. دلی که با خدا نباشه، دلی که محبت پروردگار در دلش نباشه، دلی که عشق الله و رسولش در قلب بنده نباشه، بله پشیمان میشه، جگرخون میشه، پروردگار را دوست نداره، رسولش را دوست نداره، قرآنش را دوست نداره، از مرگ هر روز، هر لحظه، هر ثانیه می‌هراسه. او انسانی که ایمان نداره، او انسانی که مسلمان واقعی نیست، او انسانی که عبادت پروردگار را درست نمیکنه، بندگی پروردگار را درست ادا نمیکنه. فرعون در زمانش دعوای خدایی داشت، شما خبر هستید، دعوای خدایی میکرد. ببینین پروردگار ذاتی که ما شما را هست کرده چی کرد با او. ذات پروردگار با قارون چی کرد، با نمرود چی کرد، با کسانی که غرور و تکبر داشتن. شیطان از بی‌علمی خود از دربار خدا رانده نشد، بی‌ادب بود، ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا ورزید و تکبر کرد و کان من الکافرین. ای بود شیطان ملعون در دلش بود، کافر بود. تکبیر تکبیر. دوران پیغمبر برین مطالعه بکنین که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چقدر زندگی با سعادت و با شرافت زندگی کردن و رفتن، زندگی کردن و رفتن، با عزت زندگی کردن، دین بر ما شما رساندن. عزیزان محترم، هیچ چیز دنیا باقی نمیمانه، هیچ هستی دنیا باقی نمیمانه. این سن سال، این جوانی، این پیری، این کهنسالی، این تمامش یک نظام پروردگار در روی زمین است، در آخرت نمی باشه. این جوانی و پیری و این گپا نیست. اگر به شرطی که جنتی باشیم، اگر رضایتمندی پروردگار حاصل بکنیم در جنت بهشت خدا اگر برویم، جوانی و پیری نیست. بیاین عبادت پروردگار را بکنیم، قدر پروردگار را بفهمیم، رسولش دوست داشته باشیم، قرآنش دوست داشته باشیم، دینش دوست داشته باشیم. عزت و سرفرازی در دین است، عزت و سرفرازی در قرآن هست، عزت و سرفرازی در محبت با الله هست، عزت و سرفرازی در عبادت پروردگار هست، عزت و سرفرازی در خشوع است، در تواضع است، در فروتنی است. تکبر و غرور را از پیش خود دور بکنیم. آیه را پیشتر خواندم، ابا و استکبر و کان من الکافرین. گفتم که شیطان با همان قدر علمش از دربار خدا به خاطر علمش رانده نشد، بلکه به خاطر بی‌ادبی بود، به خاطر تکبر بود، به خاطر غرور بود که پروردگار از دربارش رفت. آخر جایش کجاست؟ آخر جایش، منزلش، مقامش جهنم. هر چقدر علم داشته باشیم، هر چقدر علم داشته باشیم، این فراموش نکنین این گپ مرا، هر چقدر علم داشته باشیم تواضع را از یاد خود نبریم، فروتنی را از یاد خود نبریم، اخلاق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را از یاد ما نبریم. ببینین که با کافر مهربانی کرده، مسلمان در جایش، با کافر مهربانی کرده، با حیوانات مهربانی کرده. و محمدی که غمخوار ما و شما هست، در وقت مرگ از برای من و تو بنده ها غمخوار و جگرخون می باشه. ما و شما چی کردیم؟ آیا اخلاق محمد نبی صلی الله علیه و سلم را در دل ما گرفتیم؟ آیا از سنت های رسول معظم اسلام
صلی الله علیه و سلم بیشتر در زندگی خود میخواهیم او زمان و این زمان فرقی نداره. البته منظورم به مؤمن هاست، به مسلمان هاست. فرقی در میان او مردهایی که در سابق بود این مردهایی که فعلا هست وجود نداره. فرق در دلها هست، فرق در مسلمانی هست، فرق در ایمان هست، فرق در تقوا هست. بسیار مردم هاست کرامت انسانی را حفظ نمی کنند. ولقد کرمنا بنی آدم، پروردگار انسان را کرامت داده. بفهمای بنده خدا، پروردگار انسان را کرامت داده. بعضی جاها میبینیم که اگه انسان بالای دیگر انسان تمسخر میکنه، ارزش نمیده، کرامتش حفظ نمیکنه، سلامش علیک نمیگیره. بیاین عزیزای گرامی پند بگیریم، از مرگ پند بگیریم، از کسایی که میروند پند بگیریم، از کسایی که باقی نمانده در این دنیا پند بگیریم. وقتی که از خدا دور شدیم بریم به قبرستان نظر بکنیم، بریم به قبرهایی که مرده های ما شما رفتن از این دنیا، بریم نظر بکنیم که اون مرده ها در کجا هستن. سابق زنده بودن، دیروز زنده بودن، همراه من و تو بودن، امروز کجا هستن. فلهذا شاعر گفت از مرگ بشو غافل، این چرخ زمان آخر. این میروه این دنیا، این دنیا حتمی میروه، این مطمئن باشه. آیه‌ای که در اولم خواندم کل شیء هالک الا وجهه، هیچ کسی باقی نمیماند جز ذات پروردگار الا وجهه. جز ذات پروردگار دیگر کسی باقی نمیماند. بیاین به خاطر خدا بندگی بکنیم، به خاطر خدا زندگی بکنیم، الله را ناراض نسازیم، پروردگار را خوشنود بسازیم، پروردگار را رضایتش حاصل بکنیم. دنیا دار امتحان است، دنیا جایی است که ما و شما باید آخرت خود را بسازیم. این دنیا هیچ متاعی ارزشی نداره. قل متاع الدنیا فی الاخرت الا قلیل. متاع دنیا در برابر آخرت قلیل است، کم است، هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست. هستی دنیا در برابر آخرت هیچ چیزی نیست، قلیل هست. ما و شما آخرت را داریم، ما و شما از برای آخرت آمدیم، از برای بندگی پروردگار آمدیم که در او آخرت کامیاب شدیم. برای ناکامی نیامدیم، برای کامیابی و سعادت و سربلندی و سرفرازی آمدیم. شاعر میگه اگر خواهی شوی لایق جنت، اگر خواهی شوی لایق جنت، جنت به کسی مفت مهیا شدنی نیست. برای کسی جنت مفت نمیآید، برای هیچ کسی، حتی با پیغمبر، هر کسی باشه تقوا پرهیزگاری در جان خود گرفت، سعادت و کامیابی از اوست. تقوا نداشتی زندگی تو خراب است، آخرت تو خراب است. تقوا یگانه راهی است که ما و شما در پیشگاه پروردگار کامیاب بشیم. این تقوا است که ما را سربلند می سازد. پیغمبر که پیغمبر بود مانند ما و شما بود، او تقوا را برگزید. ببینین انسان ها امروز دلهایشان مملو از کینه و کدورت و نفرت و غرور، هیچ چیزی در قلبشان نیست. عبادت میکنه غرور، خدا را یاد میکنه غرور. همراه مسلمان برادر مؤمنش که قرآن میفرماید نظر به می آید انما المؤمنون اخوتون، برادر هم دیگر است. نظر به آیت قرآن نمیکنه، مؤمنی واقعی نمیشه، خدا را ناراض میکنه و بندگیشم بندگی ناچیز، قلبشم پر از کینه و کدرت و نفرت. بیاین عزیزای محترم، علما هر وقت برای ما شما توصیه میکنن. من بعضی اوقات چرت میزنم، فکر میکنم پیش خود
که چرا اینقدر علما هر وقت، هر ثانیه، هر لحظه، هر جای میگوید، اما مردم تغییری نمیکنن. مسجد میآین، عبادت پروردگار را میکنن، میشنون، گوش دارن، فکر دارن، عقل دارن، همه چیز دارن، اما وقتی که از مسجد بیرون شدن باز تابع شیطان است. هرچی که شیطان گفت به همان کار روان می باشه. بیاین عزیزای محترم، شیطان دشمن خدا هست، شیطان دشمن رسول هست، شیطان دشمن ما و شما بنده ها هست. ما شما را قسم یاد کرده به دربار پروردگار که ای پروردگار من نمیمانم، نمیگذارم بنده های تو را، موی سفید باشه، جوان باشه، پیر باشه، عالم باشه، با تقوا باشه، هر کسی باشه، من نمیگذارم. اما خوش به حال او بنده ای که به دربار پروردگار رجوع میکنه و هرگز خطا نمیرود، کمین شیطان را نمیخوره، تکر نمیکنه با شیطان، شیطان را بالایش غالب میشه و زندگیش وقف رضای پروردگار را میکنه و زندگیش وقف رضای دین خدا میکنه، زندگیش وقف رضای قرآن میکنه، زندگیش وقف رضای او کسی میکنه که یتیم بود، یتیم دین بر ما و شما رسان. محمد صلی الله علیه و سلم اینطور یک شخصیت بود، نه مال داشت، نه چوکی داشت، نه دارایی داشت. خداوند عزت از دربارش برش داده بود، خداوند عزت داده بود، سرفرازی داده بود، با سرفرازی دین آورد، با سرفرازی و با عزت از دنیا رفت، با سربلندی از این دنیا رفت. بیایید مانند محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سنت هایش بر دل و قلب ما دوست داشته باشیم، وجود خدا لمس بکنیم با سنت های پروردگار. مهمتر از همه قلب خدا، که قلب یک چیزی مهم از انسان است، از بنده های پروردگار می باشه. قلب که ناجور بود انسان دیگه راه خود گم میکنه. قلب بسیار یک چیز مهم است. این قلب است که ما شما را زنده نگه میداره، این قلب است که ما شما را به الله میرسانه. ولی بسیار کساست که در قلبش محبت کی را داره؟ محبت دنیا، محبت مال دنیا، محبت متاع دنیا، محبت هستی دنیا، محبت بی ارزشترین چیز دنیا که او به درد ما نمیخوره، به درد ما نمیخوره. چی به درد ما میخوره؟ محبت پروردگار، محبت قرآن، محبت دین خدا، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این به درد ما میخوره. از مرگ فرار نکنین عزیزان. مرگ را همیشه به پیش روی خود داشته باشین. امروز نه، فردا نه، پس فردا نه، لحظه به لحظه نزدیکتر میشیم به مرگ. چنانچه که پروردگار در قرآن عظیم شان قیامت را بسیار شدید بیان فرموده. روزی که قیامت میشه، یک زلزله کلان در دنیا برپا میشه، هستی دنیا سرچپه میشه، هیچ چیزی باقی نمیمونه. کل شیء هالک الا وجهه. الله متعال در گفته های ما توفیق نیکی و بندگی نصیب بگردانه و کسایی که گوش کردن، شنوا بودن، پروردگار به سبب گفتار ما اونها را توفیق هدایت و بندگی نصیب بگردانه و الله متعال ما شما را از جمله بنده های مخلص خود بگردانه. پروردگار ما شما را کسایی نگردانه که گمراه بودن، ناهدایت بودن، در وقت لحظه مرگ بی ایمان از دنیا رفتن نگردانه. پروردگار ما شما را کسایی بگردانه که محبت الله و رسول و قرآن و دین خدا در قلب ما وجود داشته باشه. پروردگار کسایی که اینجا مریضی دارن، مشکل دارن، حاجات دارن، پروردگارا تمام حاجاتشان و مشکلاتشان را حل بگردان، مریضی ها را شفای عاجل و کامل نصیب بگردان.
پروردگارا وقتی که ما را از این دنیا بردی با ایمان ببری. پروردگارا کسایی که در اینجا هستن حضور دارن، پروردگارا عمر با عزت، عمر با برکت، عمر با رحمت نصیبشان بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.